گشنگی میکنیم، از درد دل دیگران میم. اما یک نفری که در ماه مبارک رمضان در سحر دو قطی ملایی میخوره و شب هم مرباها رو با سر از اون مربا رو خورده میره شکمش از صبحکی. برادر کسی که صبحکی از برنامه صبح از خواب خیست آرقش تش بود و روزدار نیست. بسیاری کساست که میگه صبحکی میخوره آرقش گنده بوی میتن، به خاطر که زیاد پر خورده و خفتن وقتی که به تراویح میایید آمدن نمیتونه والا سب شکم بیخی چیز گشت. از این خاطر بدن انسان، شکم انسان باید روزدار باشه و وقت روزدار میشه که سهمیه بر فقرا از مال خود بده. بنابراین خلاصی کل از برادرای عزیز، ما باید روزه را در وقتش 24 ساعت روزدار باشیم، روزه بگیریم و شب عبادت بکنیم. یکی دوم است که تمام اعضای بدن ما، دست ما باید روزدار باشه. دست چه قسم روزدار میتونه شدن که هر جایی که دیدی یک ریش سفید، یک کسی به کمک ضرورت داره، فوراً با دست چیز کنی. آخری گپ، پایت باید روزدار باشه که قدمایت بیکار که ماندی طرف مسجد بدو، بیکار که ماندی بیا در مسجد نماز بخوان. میفهمی که حتی نفل وقتی که میخوانی در مسجد، وقتی که تو در ماه مبارک رمضان نفل میخوانی، نفلت به اندازه فرض ثواب داره. از این خاطر که بیکار ماندی فوراً دویده طرف مسجد بیا، طرف کمک برو، کارهای نیک انجام بده، پایت به طرف خانه خداوند در حرکت بیار. 24 ساعت حداقل باید قرآن با معنای قرآن درباره قرآن تفکر و تدبر بکنی. هستن. آخرین نکته که من میخوایم خدمتتان عرض بکنم برادرای رشوتخور است. خطاب ما بر رشوتخورای عزیز گرامی است که شما رشوتخورا، لعنت خدا سر شما نازل شده. هر کسی که بر شما میگه که رشوت والا پیدا و پناه هست، اگر به نام پیدا و پناه بگیری هم لعنت خدا سرت است. به نام پیدا و پناه. اگر به نام شیرینی بگیری هم لعنت خدا سرت نازل است، ملعون هستی. رسول خدا صلی الله علیه و سلم رشوتخور گیرنده و رشوت دهنده را لعنت کرده. از این خاطر تو برادر عزیز رشوتخور لعنت شده، اگر از پیسه رشوت روزه میگیری و روزه افطار میکنی و خرما میخری و افطار میکنی، روزه تو را خداوند قبول نمیکنه. ان الله طیب لا یقبل الا طیبا. خداوند ذات پاک است، چیزای مردار قبول نمیکنه. برادرای اختطافچی که شما اختطاف میکنین، از پیسه اختطاف روزه میگیرین، روزه که تان قبول نیست، توبه کنین سر زمین از پیسه حرام. نه خرما زارت شوه، خرمای حرام، خرمای حلال باید باشن. تو کوشش بکن که برادر این انسان هایی که دزدی میکنن، سرقت میکنن، کیسه‌بوری میکنن، از پیسه حرام، از پول حرام با انواع مختلف چال جور میکنن، پیسه حرام است. کسایی که از فایده کابل بانک و عزیزی بانک از او صاحب خرما میخرن، روزه از ایرا خدا قبول نمیکنه. انسان که سود میگیره دشمنی خدا با خدای عزوجل اعلان کرده. بنان برادرای عزیز، بین که در ماه مبارک رمضان از لباس حرام، از جای حرام، از زمین حرام، از خانه حرام، از خوراک حرام خود دور بسازیم و سر از امروز بگوییم که خدای مده که توبه میکنم. ماه مبارک رمضان برادرای عزیز برای کلگی فرصت است. اگر رشوت خوردی برای فرصت است توبه کو، اگر دزدی کردی رشوت است برای توبه بکو، اگر گناهکار هستی توبه بکو و اگر بی‌نماز هستی توبه بکو و دوباره ماه مبارک رمضان ماه آشتی با خدای عزوجل است. به این کسایی که برادرای عزیزی که شما نماز نمیخوانین، به این با خداوند آشتی بکنین. بینمازی که انسان بینماز کت خدا جنگی هست، کت خدا گپ نمیزنه و خدای عزوجل سر از او غضب خدا نازل میکنه. لکن فرصت است در ماه مبارک رمضان. بیاین یا باغی الشر، ای کسانی که به شر مبتلا هستین، پس بگردین. ماه مبارک رمضان ماه آشتی است، آشتی با خدای عزوجل، ماه توبه هست، رجوع به خدای عزوجل. پس بیاین که توبه بکنیم و کسایی که نماز نمیخوانند به خداوند رجوع بکنن، به نماز خود بیاین و اتو نگوین که من تنها در رمضان نماز میخوانم، بلکه نماز خدا بعد از رمضان همیشه دوام میتم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.